بریم با هم آماده شیم بریم مهمونی. از کانسیلر تیره ترم میزنم و کانسیلر روشنم این قسمت های جلوتر میبینم. جاهایی که لازمه کرم پود میزنم. این الان زیاد شد، اینو برای کل صورتم استفاده میکنم. کرم پودرم از فنتی خیلی روی پوست خوشگله. ببین برای اینکه صورتتون لیفت بشه این قسمت های بالای گونه‌تون رو رژه گونه بزنید. بعد از اینکه بلندش کردی قسمت زیرش رو روی گونه کانتور کن و به سمت بالا بلندش کن. یکم رژه گونه صورتی این بالای گونه‌ت بزن. خب یه سایه ملایمم میزنم. برای اینکه با سایه بتونین خط چشم بکشین با یه براش این شکلی بزنید سرش رو توی سایه و این شکلی به صورت ضربه‌ای برای خودتون خط چشم بکشین. اینم بکنم. یکم مداد لب، روشم لیپ گلاس. این لیپ گلاس آناستازیا خیلی خوشبوه. چتریامم باز کنم. این بامزه شد. اینطوری کج بگیرم یا اینکه فرق وسط. تو کامنت ها بهم بگو.